بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در بحث تاریخ پیدایش تشیع، خب بعضی از مخالفین شیعه از جمله وهابیت بدون هیچ دلیل معتبری شیعه و عقاید شیعه رو نسبت میدن به شخص به نام عبدالله ابن سبع یهودی و میگن که عقاید شیعه، مؤسس شیعه و عقاید شیعه این شخص عبدالله ابن سبع یهودیه، در صورتی که این یک افتراء بدون هیچ دلیلی هست. عقاید شیعه برگرفته از کتاب و سنته. اگر شیعه اعتقاد داره که امامت و خلافت بلافصل از آن امیرالمومنین علیه السلام به خاطر حدیث قدیره من کنت مولاه فهذا علی مولا، یا به خاطر حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و ده ها حدیث ولایت که رسول خدا در مورد امیرالمومنین فرمود و همین احادیث رو شیعه و صحابه اون زمان که شیعه امیرالمومنین شدن این رو مبنای اعتقادی خودشون قرار دادن تا به الان. پس ببینید ریشه عقاید شیعه همون سنت رسول خدا، دستورات رسول خدا و آیات کتاب الهی هست، اون آیات امامت که رسول خدا اونها رو تفسیر میکنه به امامت امیرالمومنین. از جهت دیگه هم ما میبینیم که در کتب شیعه و سنی نقل شده از رسول خدا که رسول خدا از امیرالمومنین و شیعیانش به نیکی یاد میکنه. خب ببینید حتی لفظ شیعه هم واضح، لفظ شیعه هم خود رسول خداست. در منابع اهل سنت حداقل 15 طریق دارن این روایات شیعه علی که لفظ شیعه برای پیروان امیرالمومنین استعمال شده حداقل 15 طریق داره. یعنی 15 صحابی از رسول خدا نقل کردند که رسول خدا فرمود یا علی انت و شیعتک فی الجنه، یا به صورت صیغه غائب پیامبر فرمودن هو و شیعته فی الجنه، اشاره کردن به امیرالمومنین. و یک جایی دارن که شیعیان علی هستن که بر من وارد میشن در حوض کوثر و اونها سیراب میشن، اما دشمنان علی از حوض طرد میشن. ببینید پس هم عقاید شیعه برگرفته از فرامین رسول خداست، هم حتی لفظ شیعه علی برگرفته از استعمال رسول خداست بر این کلمه. و نکته بعد این که اصلا عقاید و احکام شیعه رو الان بگردیم، یعنی تو هیچ یک از فروع فقهی و هیچ یک از اصول اعتقادی، فروع اعتقادی، شیعه تمسک نکرده به قول شخصی به نام عبدالله ابن سبع. یعنی از چنین شخصی برای شیعه اصلا موضوعیت نداشته. اما اگر بخوایم یک تحلیلی کنیم، چرا دشمنان شیعه این بحث عبدالله ابن سبع رو مطرح کردن، دلیل اصلیش همون برچسب منفی زدن. ببینید پیروان سقیفه خیلی راحت برچسب میزدن تا بتونن طرد کنن دشمنان خودشون و حتی در مواقعی به قتل برسونن، قتل عام کنن. ببینید مثلا این برچسب ارتداد، شما برید بررسی کنید مرتدین رو که ابوبکر سپاه میفرسته و مرتدین رو میکشه، قتال اهل ردت دارن، اینا خیلیاشون مانعین زکاتن. یعنی مالک ابن نویره ها و اینهایی که صحابه رسول خدا بودن، همین مالک ابن نویره صحابه رسول خداست. اصلا شخص مالک ابن نویره مأمور جمع زکات از طرف رسول خدا در قبیله خودش بوده، یعنی کم شخصیتی نبوده. اما همین شخص وقتی که به ابوبکر زکات نمیده و میگه ما زکات رو به اهلش میدیم که اهل بیت باشن، خب برای اینکه خب سقیفه بتونه با اینها درگیر بشه، ببینید یک برچسب ارتداد، اینا قتال مرتدین. این
این برچسب زنی ها به مخالفین خودشونه. از جمله این برچسب ها بحث عبدالله ابن سبأ نسبت به شیعه است. در بحث عبدالله ابن سبأ اهل سنت و پیروان مکتب سقیفه برای اینکه دو کارکرد رو داشته باشن و دو هدف رو دنبال کنن بحث عبدالله ابن سبأ رو پیش کشیدن. یکی این که در ماجرای قتل عثمان خب خیلی براشون سنگینه که واقعا صحابه جمع شدن و عثمان رو کشتن. خب صحابه هم که از خودشون تراشیدن اهل سنت که اینها عدولن، کارشون هم درسته. خب اگر صحابه عدول هستن و خیر الامه هستن و تصمیمشون درسته، خب اینها اجتماع کردن و عثمان رو کشتن. پس کار خوبی بوده قتل عثمان. پس عثمان لیاقت خلافت نداشته. اگر هم بگن نه عثمان لیاقت داشته، کار صحابه اشتباه بوده، که خب اون عدالت صحابه زیر سوال میره. یعنی هر دوتا از خطوط قرمزی که اهل سنت الان برای خودشون تراشیدن. لذا راه برون رفت از این مخمسه اینه که بیان بگن نه اصلا عثمان رو یه شخص یهودی به نام عبدالله ابن سبأ کشت، که البته به این زاری هم نمیتونن بگن، میگن نه، لیدر و فرمانده قتل عثمان عبدالله ابن سبأ بود. که خب اینجا باز مشکل بزرگی برمیخوردن که خب یعنی عمار یاسر و محمد ابن اودیس و صحابه بسیار، عمرو ابن حمق، صحابه بسیار، اینا که جمع شدن و عثمان رو کشن، یعنی تحت تأثیر یک عبدالله ابن سبأ یهودی تحت تأثیرش قرار گرفتن و رفتن خلیفه خودشون رو کشتن. یعنی اینقدر اینا سست ایمان بودن این صحابی، باز از مخمسه نمیتونن در بیارن. دومین کار کرده عبدالله ابن سبأ برای مکتب سقیفه این بود که به بزرگترین مخالف سیاسی اعتقادی خودشون که حرف برای گفتن داشت، یعنی تشیع، یک برچسب غیر اسلامی بزنن و بگن ببین اینا طرفداران عبدالله ابن سبأ یهودیان، اصلا اینا یهودیان، اینها اصل و اساسشون یهودیه. برای که این برچسب مثل همون برچسبی که روی مرتدین، روی مانعین زکات زدن و گفتن اینها مرتدن و باید کشته بشن، بابا اینا صحابه رسول خدا بودن. همین برچسب رو با جعل داستان عبدالله ابن سبأ خواستن به شیعه بزنن. ببینید حالا اسناد خیلی زیاده، اگر من بخوام نشون بدم، ببینید کتاب طه حسین، در این کتاب الفتنة الکبری، ببینید کتاب طه حسین از نویسندگان معروف اهل سنت اهل مصر، در جلد دوم الفتنة الکبری، در اونجا وقتی که تحلیل میکنه از همین چاپ دارالمعارف، وقتی که صفحه 24 به بعد تحلیل میکنه واقعه عبدالله ابن سبأ رو، میگه چی؟ خیلی تحلیلش جالبه، حالا دوستان اگر بخونن خیلی جالبه، اما ببین اینجایی که بنده سبز کردم میگه چی؟ میگه که اراد خصوم الشیعه ان يدخلوا فی اصول هذا المذهب عنصرا یهودیا امعانا فی الکید لهم و نیل منهم. میگه دشمنان شیعه خواستن یک برچسب غیر اسلامی بر شیعه بزنن و دشمنی کرده باشن با شیعه، اومدن و این داستان عبدالله ابن سبأ رو جعل کردن. باز در صفحه بعد، صفحه 95، باز میگه که انما، همین قسمت آخر که رنگ کردم، انما هو شخص ادخره خصوم الشیعه للشیعه وحدهم ولم یدخروه للخوارج. میگه این شخصیت عبدالله ابن سبأ رو دشمنان شیعه علیه شیعه جعل کردن، علیه خوارج جعل نکردن، چون خوارج اصلا طمعی در حکومت نداشتن. میگفتن اصلا هیچ کسی نباید حکومت کنه، خودشون هم طمعی در حکومت نداشتن و اونقدر هم استدلال قوی نداشتن. اما این شیعه بود که بزرگترین فرقه مقابل اونها بود، بزرگترین مخالف سیاسی و اعتقادی اهل سنت بود، مکتب سقیفه بود. ببینید
این تحلیل طه حسین بود که خیلی از علمای منصف اهل سنت این تحلیل رو قبول کردن. مثلا اگر بخوایم اسم ببریم، عرضم به حضورتون دکتر عبدالعزیز الحلابی، استاد تاریخ دانشگاه ملک سعود، همین حرف رو میزنه. میگه اصلا چنین شخصیتی نداشته عبدالله ابن سبا که بتونه یک محرک فتنه قتل عثمان باشه، دو بتونه یک مذهب جدید رو تأسیس کنه از جهت دینی و مذهبی. یا مثلا احمد عباس صالح در کتاب الیمین و الیسار همین رو میگه. عرضم به حضورتون خیلی این رو میگن. بعد آقای معلمی یمانی، این رو بگم چون آقای معلمی یمانی خیلی بزرگه، هم برای اهل سنت و هم برای چون یک سلفی وهابیه و شاید بگی ایشون ابن حجر زمانه. معلمی یمانی که یک سندشناس، یک رجالی قهار و زبردست اهل سنت و یک وهابیه. ایشون بودن 40-50 سال پیش فوت کردن. در این کتاب که ملاحظه میکنین، در کتاب الانوار الکاشفه چاپ عالم الکتب، ببینید عبدالرحمن ابن یحیی المعلمی الیمانی، این کتاب رو آقای معلمی یمانی در رد محمود ابوریه نوشت که ایشون محمود ابوریه کلا قرآنی شد و گفت که روایات ما خیلیاشون ضعیف و خیلیاشون مجعول جعلیه و ما فقط باید قرآن بسنده باشیم. خب ایشون یک شخصی مثل معلمی یمانی میتونه واقعا که قهرمان سند هست و سند شناس هست و حدیث هست، میتونه به جنگ اشخاصی مثل محمود ابوریه بره. تو این کتاب ببینید وقتی که محمود ابوریه رو نقد میکنه در صفحه 133 ببینید میگه که قال ابوریه صفحه 137 اون کتابش میگه که الکید سیاسی و ادامه. بعد آقای معلمی یمانی چی نقد میکنه؟ میگه ثم ذکر قصه عبدالله ابن سبا، میگه محمود ابوریه قصه عبدالله ابن سبا رو ذکر میکنه، حالا اونجا تو کتاب خودش. حالا معلمی یمانی چه نقدی داره؟ میگه که چی؟ وقد نقده دکتر طه حسین فی الفتنة الکبری فاجاد. میگه که دکتر طه حسین در کتاب الفتنة الکبری این داستان عبدالله ابن سبا رو نقد کرده، فاجاد، و خوبم نقد کرده. یعنی دقیقا همون نقدی که طه حسین بر داستان جعلی عبدالله ابن سبا داره که آقا عبدالله ابن سبا اصلا چنین شخصیتی نداشته که بتونه محرک فتنه قتل عثمان باشه و بعد تأسیس کنه یک مذهبی به نام مذهب شیعه رو. چنین به قول خود ما چنین عددی نبوده در تاریخ. همین رو آقای معلمی یمانی که بزرگ حدیث، بزرگ رجال و بزرگ تاریخ وهابیت هست هم این رو قبول میکنه. بعد خیلی جالبه همون بحث برچسب که عرض کردم. ببینید یکی از نویسندگان اهل سنت هست سامی نشار، خیلی معروفه، حدوداً 30-40 سال پیش فوت کردن. ببینید یک کتاب داره آقای سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام، تألیف دکتر سامی نشار، چاپ دارالمعارف. ببینید یه حرف خیلی جالبی میزنه، صفحه 39 میگه چی؟ میگه و من المحتمل، این احتمال وجود داره که ان تکون شخصیت عبدالله ابن سبا شخصیت موضوعه، اصلا احتمال داره شخصیت عبدالله ابن سبا موضوع باشه. البته با شخصش کار نداره، ممکنه یه شخصی به نام عبدالله ابن سبا وجود داشته باشه، اما چنین شخصیتی، چنین فعالیتی که لیدر قتل عثمان باشه و بعد مؤسس یک مذهبی باشه، میگه چنین شخصیتی وجود نداشته. او بعد حرف جالب میزنه، او انها رمزت الی شخصیت ابن یاسر، یا احتمال داره که این رمز باشه، این واژه کلمه عبدالله، عنوان عبدالله ابن سبا رمزی باشه برای شخصیت عمار یاسر. و باز در پایین تکرار میکنه و من المحتمل
ایکون عبدالله ابن سبع هو مجرد تغلیف الاسم عمار ابن یاسر. احتمال داره که عبدالله ابن سبع یک عنوانی باشه پوشش بده، تغلیف خلاف پوشش بده شخصیت عمار یاسر رو. چرا؟ چون در فتنه قتل عثمان اگر بخوایم یک رهبر معین کنیم، خیلی از صحابه بودن، مثلا ابن شبه در تاریخ میگه 800 صحابی در قتل عثمان شرکت کردن، اما اگر بخوایم یک نفر رو به عنوان رهبر قتل عثمان معرفی کنیم عمار یاسره. حتی مصری ها وقتی که خب مصر، اونایی که تو مصر بودن اومدن و اون قتل عثمان رو رقم زدن، میگه مصری ها وقتی که میخواستن بیان و عثمان رو بکشن با کی مکاتبه میکنن؟ از قبلش با عمار یاسر مکاتبه میکنن. کانو یراسلونه. این عبارت تاریخ طبریه. اصلا مصری هم که اومدن با مشورت و نامه‌نگاری با عمار یاسر اومدن و عمار یاسر کسیه که تا اون لحظه آخر تو قتل عثمان شرکت داشت. این آقای علی سامی نشار تو همین کتاب الفکر الفلسفی فی الاسلام میگه که احتمال داره اصلا اینها نمیتونستن بیان بگن عمار یاسر قاتل عثمانه، چون خب اگر مشخص بشه مثلا جهان اسلام این رو متوجه بشه که عمار یاسر قاتل عثمانه، خب چی میگن؟ خب عمار یاسر یک عرضم به حضورتون یک صحابی کبیره و برای خودش مجتهد فقیه، برای خودش صاحب رأیه و بعد این رو از پیامبر هم نقل کردن که عمار مع الحق و الحق مع عمار. این هم نقل کردن که عمار با حقه، پیامبر فرموده. خب اگر عمار زده عثمان رو کشته، خب عثمان حقش بوده کشته شدن و حتما لایق خلافت نبوده. خب این رو چون میدیدن که نمیشه بگی عثمان توسط عمار یاسر کشته شد، اینا اومدن یک عنوانی به نام عبدالله ابن سبع جعل کردن برای شخصیت عثمان. میگه که همین آیه سامی نشار میگه مثل کلمه ابو تراب و ترابیین که امویه ها برای امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین جعل کردن، این لفظ رو قرار دادن، احتمال داره این لفظ عبدالله ابن سبع هم مجرد تغلیف و اشاره به عمار یاسر باشه. انشالله که استفاده کرده باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.